سلام بچه، چطوری؟ امروز اومدم به شما یاد بدم که چجوری بازیکن یک تیم رو عوض کنیم. میریم روی ستیم، بعد ستیم میریم روی ادیتیم، بعد ادیتیم میریم روی این، بعد این میریم. الان من گابریل جسوس رو برده بودم چلسی، الان از چلسی دوباره میخوام ببرم روی تو آرسنال. بیام اینجا تیم چلسی رو انتخاب میکنم. این تیم چلسی، ببینید گابریل جسوس اومده، بعد اینم تیم آرسنال و گابریل جسوس شماره 9 به تیم آرسنال پیوست. بچه ها حتما حمایت کنین تا کلی به شما یاد بدم که چجوری بازیکن بسازیم. حمایت کنین، سابسکرایب